سرخط خبرهای مهم. بازداشت زن برای تشکیل فاحشه‌خانه در شهرستان. نایب پرزیدنت کمیسیون اروپا با منصبداران تاجیک چی گفت؟ و بحث قلیل میان جوانان، نرخ آن باید چند باشد؟ سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز چهارشنبه 17 ینور. یک زن 27 ساله در ناحیه خراسان ولایت ختلان روز 14 ینور امسال چهارگونیک تولد کرده است. پزشکان وضع سلامتی کودکان و مادر آنها را وزنین استوار ارزیابی کردند. خبرگزاری ازیا پلوس از قبل سردختور بیمارخانه برنامه بوری وحید ولایت ختلان خوشنود بهادرزاده خبر داده است که مادر کودکان مژگان اسای و پیش از تولد چهارگونیک یک فرزند داشته، حالا دو پسر و دو دختر تولد کرده است. تولد چهارگونیک در تاجیکستان بار نخست نیست. ماه ایونی سال 2022 یک ساکن 27 ساله جماعت چارکوی اسفره 4 دختر تولد کرد. آنها با راه جراحی قیصری یا کیسری و در تولدخانه شهر خوجند به دنیا آمدند. در ناحیه شهرستان یک زن 41 ساله را با گمان تشکیل و نگهداری فاحشه‌خانه بازداشت کردند. وزارت کار داخلی تاجیکستان با نشر این خبر گفت گمان بر شونده از 3 ینور تا 16 دکبر سال 2023 خانه استقامتی مرد 38 ساله این ناحیه را به اجاره گرفته برای دلگی 600 سومانی می گرفته است. با اطلاع منبع این زن سال 2014 هم با همین اتهام بازداشت شده بود. فعلا از روی این حادثه نسبت بازداشت شده با ماده 239 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. این بند کدکس برای تشکیل یا نگه داشته فاحشه‌خانه همچنین دلگی، جریمه و یا محروم نمودن از آزادی را پیش بینی می کند. یک کاربر سامانه رادیو آزادی با ارسال نامه شکایت کرده است که در پی بالا رفتن مبلغ قلیل نمی تواند ازدواج کند. به نوشته این کاربر حالا مبلغ قلیل در تاجیکستان تا 70,000 سومانی افزایش یافته است. وی خواهش کرده است که رادیو آزادی این موضوع را بازتاب دهد. خبرنگاران رادیو آزادی این دفعه در نظرسنجی سرراهی ساکنان پرسیدند که نرخ قلیل باید چند باشد؟ پاسخ ساکنان را یکجا می‌بینیم. قلیل وزبین بدنش یک طرف خوبتر است، به خاطر که جوانان مثال کار میکنند، اما قلیل مثال میتیان با ارزنده است، به خاطر که زندگی مثال نوازی ما اهمیت میتیم جداشوی بسیار شده است. با خاطر مثال قلیل گران بدنش یک طرف خوبتره که مهنت میکنه، مسئولیت زیاد میکنه، به خاطر جداشوی نمیشه. و بسیاری بعد با خیلی زندگی هم نمیکنن، میفرن زندگی را میگریزن. بسیار بچه‌ها در قین میشه، برای که بچه‌ها در دولت‌های روسیه کار میکنن، قینه برای ویا. برای ما به هر چی گفتن میگیریم، 60-70 تا بیار گفتن میگیریم. لکه اگر من دختر داشته باشم ارزش دختر من 25 تا بس شهر نیست، 30 تا 40 تا. برای که دختر ما کار میکنه یا نمیکنه، میتونه نمیتونه. برای همین چیزی که همون سرور دولت گفت باید همون اطاعت کنیم. چنین چیز چون بوشوخی چنین زور اومدم جو چه کار نیست قلیل قمیسته خوی خیلی باید نباشه. فکر میکنم یک 50-60 هزار روز بسیاری گفته شده است، خوب است. برای که همین جداشوی سببش من فکر میکنم همین سببی هست که کم است. 25,000-30,000 قلیل که هست همین سبب یک سال میروه، همین 2 ماه 3 ماه بسیارش کار میکنه در روسیه میاد زن میگیره. هم ارزان که است بسیارتر باشد شاید جداشوی بر همخوری همین اویلا کم شود شاید. با فکر من همین این 30,000 وای بعد کلن با میتیده و 30,000 هم کمی میکنه. حد 30,000 هم وای یا بی دختری ناز هم و که فرزندم آباد شود 30,000 میتید. بود دختر دارم بار از خود میکنه. ایسه خیلی یک گوسفند میکشه، مول میکشه، خش توار داره دوای میکنه. زمین دختر مردم چی در کار؟ اما یک تیلوباری، یک وایو، یک جای خواب کرپاچه وایو در کار. دیگه چی در کار نیست. خودی وضعیت خش داریم. مقصد همه چه نرخ خستگی همون 35 و 40 تا همون توبر نگیره نه. برای همین 35 تا همون خیلی توی نگذارم. خاک سید دخترها چیه؟ دختردار یک برابر اختش رسول میکنن. 25 تا میرن، چند تا میرن؟ هیچ نمیرن. دختردار اختش باز 25 تا دیگه رسول میکنن.
اگر 25 باشد خوب است. کمه خود دختردار قینه. لیکن بعضی با ما شکر میکنم 50 70 هزار شد. نه 70 نیست. بیارن همی تو چی تر بیارن آخه. همه شب دختردار میگیره خونه بچه دار میبرن. نه 30,000 25,000 نرمال نیه. یعنی با همین نرخ درسته. اگه 70,000 یک درست میه. یک جای شرایط 70,000 به یک قلینگه برای بیستی. حقوق آدمان، دموکراسی، تهدیدهای امنیتی، مبارزه با تروریسم، سرمایه‌گذاری، آب و برق و تغییر اقلیم از موضوعهای صحبت معاون پرزیدنت اروپا با منصبداران بلندپایه تاجیکستان بوده است. مارگاریتیس خین از روز 16 ینور در چارچوب سفر به آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده با سروزیر قاهر رسولزاده و وزیر کارهای خارجه سراج‌الدین مهردین گپ زد. نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در اعلامیه گفت که این سفر امکانیت مهم را برای بررسی همکاری‌ها فراهم آورد. به اطلاع منبع، جانب‌ها درباره نظارت سرحد با افغانستان که بیشتر از 2 سال باز گروه طالبان در آنجا حاکم است صحبت کردند. تفصیلات آن دسترس نیست. اتحادیه اروپا تاجیکستان را شریک کلیدی در آسیای مرکزی دانسته تصمیم گرفته است که همکاری‌ها را در بخش اقتصادی سبز و رقمی، رشد انسانی و اداره‌کنی ذخیره‌های طبیعی ادامه دهد. این ملاقات در حال گذشته است که روزهای 29 و 30 ینور امسال در بروسل فورم سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی برگزار خواهد شد. از آن پیش 17 ینور پارلمان اروپا در مورد قطعنامه درباره آسیای مرکزی رایگیری می‌کند. در طرح قطعنامه از جمله از بجزا ماندن آنهایی که حقوق انسان را پایمال می‌کنند اظهار نگرانی شده است. اتحادیه اروپا چند سال باز تاجیکستان را برای رعایت نکردن حقوق آدمان، بستن سازمان‌های اجتماعی، بازداشت و حبس فعالان سیاسی، نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران و بلاگران تنقید می‌کند. بیننده‌های عزیز، حالا برایتان درس ششم رادیوزادی در رابطه با دزینفورماسیا یا دروغ پراکنی پیشنهاد می‌شود. بنا به توصیف معمولی کارشناسان، این قصداً انتشار کردن اطلاعات نادرست و غلط برای گمراه کردن مردم است. اطلاعات بر دروغ می‌تواند با پیامدهای جدی مانند آشوب و شورش‌ها، بحران سیاسی، از دست دادن اعتماد به مقامات و رسانه‌های خبری، همچنین مشکلات روانی به مثل اضطراب و ترس آورده رساند. دزینفورماسیا یا دروغ پراکنی، این گمراه کردن توسط انتشار اطلاعات بر دروغ یا تحریف شده است. آن را همچون ابزار اداره کردن افکار جامعه و به دست آوردن نتیجه دلخواه می توانند استفاده ببرند. درک آن که دزینفورماسیا یا دروغ پراکنی چیست و آن را چگونه بشناسیم یک جنبه مهمی عصر اطلاعاتی ما است. تنها تحلیل دقیق و بررسی و سنجش دلیل ها به شما امکان می دهد که از قبول قرارهای نادرست کناره‌گیری کنید و سلامتی و منفعت های خویش را حفظ نمایید. بنا به توصیف معمولی کارشناسان، این قصداً انتشار کردن اطلاعات نادرست و غلط برای گمراه کردن مردم است. یونسکو نیز این واژه را برای توصیف مندرجه نادرست یا گمراه کننده که نابسته از انگیزه، آگاهی یا رفتار احتمالیت رسانیدن ضرر مشخص را هدف دارد استفاده می کند. آن را می توان از طریق رسانه‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی، دهان به دهان و دیگر شبکه‌های ارتباطی پهن کرد. اطلاع بر دروغ می تواند به پیامدهای جدی مانند آشوب و شورش‌ها، بحران سیاسی، از دست دادن اعتماد به مقامات و رسانه‌های خبری، همچنین مشکلات روانی به مثل اضطراب و ترس آورده رساند. دزینفورماسیا را هم مقامات دولتی، سازمان‌های غیر دولتی و هم شخصان علاهیده که از انتشار اطلاعات بر دروغ سود می‌بردارند ایجاد کرده می‌توانند. مقامات دولتی می‌توانند اطلاعات بر دروغ را برای دستکاری افکار جمعیتی، سرکوب کردن مخالفان و حمایت از سیاست خود استفاده برند. شخصان علاهیده ممکن است برای به دست آوردن فایده شخصی، جلب توجه به محصولات یا خدمت رسانی خود، ایجاد جنجال و خرخشه و غیره دروغ پراکنی را به راه مانند. در برابر این چنین نوع‌های اساسی دروغ پراکنی وجود دارد: دروغ پراکنی سیاسی، دروغ پراکنی اقتصادی، دروغ پراکنی در اینترنت. شاید سوال پیش آید که بین دروغ پراکنی و فیک نیوز یا خود اخبار جعلی چه تفاوتی هست؟ این هر دو مفهوم با انتشار و پهن کردن اطلاعات غلط
وابستگی دارد، اما میان آنها تفاوت در نوع استفاده از تاثیررسانی وجود دارد. دروغ پراکنی یک مفهوم گسترده تر است. آن هر گونه اطلاعات نادرست و غلط را توصیف می کند که معمولاً برای گمراه کردن یا دستکاری آدمان استفاده می شود. اخبار جعلی یا فیک نیوز یک شکل ویژه دروغ پراکنی است که خبر یا اطلاعات نادرست را همچون ناوگانی منظور می کند. اخیراً دروغ پراکنی به یک مشکلات جدی تبدیل یافته است، زیرا در دوران اینترنت انتشار آن خیلی آسان شده است. اما دروغ پراکنی به جامعه چه تاثیر می رساند؟ اولا دروغ پراکنی می تواند باعث هراس عمومی در بین اهالی گردد. اگر اطلاعات نادرست و غلط به واسطه های اخبار عامه راه یابند، آدمان به آن باور می کنند و بر اساس دروغ تصمیم می گیرند. دوم، دروغ پراکنی می تواند به قرارهای سیاسی تاثیر رساند که این امر خیلی خطرناک است. اگر اطلاعات نادرست در رسانه های خبری راه یابد، پس آدمان در اساس دروغ اندیشه های خود را تشکل می دهند که این پایه های دموکراسی را در جامعه خللدار می کند. در برابر این نباید فراموش کرد که بعضاً اطلاعات نادرست و غلط همچون ابزار تشویق و ترغیب نیز استفاده می شود. این در حالی که اهالی برای رسیدن به هدفهای معین قصداً گمراه کرده می شود. سیوم، دروغ پراکنی به قبول قرارهای اقتصادی نیز تاثیر می رساند. مثلا یگان نفر با اطمینان کامل اظهار می کند که محصولات معین خطرناک است و باعث سرطان می شود. آدمان از استعمال و استفاده این محصولات می ترسند و این باعث کاهش فروش می گردد. چون این اطلاعات ممکن است غلط باشد و باعث تحولات جدی در بازار شود. همه این به تمام اقتصادیات نیز تاثیر می رساند. علاوه بر این، رهبران سیاسی می توانند از اطلاعات نادرست و غلط برای ایجاد ابراز یا خود سیمای دشمن و تقویت قدرت خود استفاده کنند. در این مورد دروغ پراکنی می تواند با هدف افزایش احساسات ملت‌گرایی، تفریق اندازه مذهبی و تقسیم شدید جامعه به ما و آنها پهن کرده شود. همین طریق دروغ پراکنی می تواند سطح ترس و هراس و درگیری را افزایش دهد که همزمان در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست، علم، روابط بین المللی و مناسبت‌های بین شخصی در جامعه آن به پیامدهای منفی آورده می رساند. مبارزه با اطلاعات بر دروغ و غلط در شبکه‌های اجتماعی یک جزء مهم تامین اعتماد بخشی اطلاعات و محافظت از کاربران در مقابل دستکاری است. پلتفرم‌ها و سازمان‌های مختلف در راه مبارزه با اطلاعات نادرست و غلط یک قطار تدبیرها را عملی می‌کنند. در اینجا به بعضی از آنها اشاره می‌شود. یکم، دلیل سنجی و راستی آزمایی اطلاعات. شبکه‌های اجتماعی با سازمان‌های دلیل سنجی که اطلاعات را برای صحیحیت و اعتمادناکی تحلیل و تفتیش می‌کنند همکاری دارند. اگر اطلاعات نادرست و غلط یا علاوه شده باشد، آن علامت‌گذاری یا حذف می‌شود. دوم، تغییرات الگوریتمی. پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی پیوسته الگوریتم‌های خود را تکمیل می‌دهند تا از پهن‌شوی و انتشار اطلاعات نادرست پیشگیری شود. این می‌تواند تعداد خبرهای خردی بر دروغ را در سرخط خبرها کاهش داده، فضای بیشتر را برای اطلاعات منبع‌های معتمد فراهم آورد. سوم، آموزش کاربران. شبکه‌های اجتماعی معرکه‌ها و برنامه‌های تعلیمی را برای آموزش کاربران جهت شناخت دروغ پراکنی و مناسبت انتقادی نسبت به اطلاعاتی که آنها تبلیغ و انتشار می‌کنند راه‌اندازی می‌نمایند. چهارم، تقویت قاعده‌ها و سیاست‌ها. پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی قاعده‌ها و سیاست‌های خود را به خاطر بهتر کردن مبارزه بر ضد دروغ پراکنی تکمیل می‌دهند. آنها می توانند منع انتشار بعض نوع اطلاعات یا جاری کردن محدودیت‌های قطعی را نسبت کاربرانی که قاعده‌ها را ویران می‌کنند در بر گیرد. پنجم، همکاری با دیگر سازمان‌ها. شبکه‌های اجتماعی با سازمان‌های دولتی و غیر حکومتی، اینچنین مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی برای تهیه استراتژی‌های مشترک مبارزه بر ضد دروغ پراکنی همکاری می‌کنند. برای محافظت از دروغ پراکنی شما باید از تفکر انتقادی کار گیرید و پیش از باور یا منبع انتشار کردن اطلاعات آن را بسنجید. باید منبع اطلاعات را در نظر گرفته آن را از نگاه مطابقت با دلیل‌ها بررسی کرد. زمینه را تحلیل و تایید اعتبار داده ها را انجام داد. مهم است که تفکر انتقادی انکشاف داده آوازه ها یا اطلاعات تصدیق نشده را باور نکنید. اینچنین ضرور است که منبع های تصدیق شده اطلاعات را استفاده ببرید. باز یک نکته دیگر، هنگام باز کردن لینک یا خود استنادهای بیرونه
احتیاطکار باشید و اطلاعات شخصی را در سایت‌های تصدیق نشده باقی نگذارید. همین مسئله یعنی چرا محافظت اطلاعات شخصی در اینترنت از جمله در شبکه‌های اجتماعی مهم است؟ عنوان درس منبعد ما است که منظور شما خواهد شد. با درس‌های سوادی رسانه‌ای در رادیو آزادی باشید. بخش یک روز تاریخ در تهیه خیرمان بخوزاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 17 январи соли 1995 горди президентӣ таъсис шуд ки соли 2004 ба горди миллии тоҷикистон тағйири ном кард. ин нирӯҳо ки воҳиди мустақили ҳарбии таъиноти махсус номида мешаванд тобеи президенти тоҷикистон мебошанд. масъулияти аслии ин ниҳод таъмини амнияти сохторҳои давлативу мақомоти баландпоя мебошад. шакли ибтидоии он бо фармони президенти вақти тоҷикистон раҳмон набиев дар моҳи майи соли 1992 дар майдони озодӣ ва дар авҷи рӯёрӯyӣ бо тазоҳуроти дигар дар майдони шаҳидон ба миён омада аз ширкаткунандагони ҷанги шаҳрвандии солҳои 90 мебошад. 17 январи соли 2003 дар тоҷикистон аз роҳи бордоркунии сунъӣ нахустин дугоникҳо чашм ба олам кушоданд. кӯдакон зери назари мутахассисони тиббии маркази насл таваллуд шуданд. ин ҳодиса барои бисёр хонаводаҳои бефарзанд дар тоҷикистон шӯълаи умед бахшид, чун то он замон танҳо ҷуфтҳои дорову сарватманд метавонистанд амалиёти бордоршавии сунъиро дар клиникаҳои хориҷӣ барпо кунанд. 17 январи соли 1931 овозхони маъруф ҳунарпешаи мардумии СССР аҳмад бобоқулов таваллуд шудааст ки дар таърихи мусиқии миллӣ ба ҳайси яке аз беҳтарин тенорҳо ё овозҳои пурқуввати мардона ёд мешавад. ӯ ҳамагӣ 59 сол умр дид, вале тавонист номи худро дар таърихи мусиқӣ ҳамчун садои тиллоии тоҷикистон сабт кунад. бонки миллӣ арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. қурби рубли русӣ субҳи имрӯз ба андозаи 1 сомонӣ поин рафта 1000 рубл ба 124 сомонӣ, $100 ба 1095 ва 100 евро ба 1191 сомонӣ баробар аст. бинандагони азиз, ташаккур ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед. бо шумо то фардо худоҳофизӣ мекунем. хайр.